دوستان عزیز، سلام و درود. امیدوارم حال دلتان خوب باشه، جانتان جور باشه. دوستان عزیز، امروز در مورد چگونه اپلای کردن در دانشگاه OSCE اکادمی در بیشکک براتون معلومات میدیم که دانشگاه OSCE در واقع مخفف Organization for Security and Cooperation in Europe هست. به معنی ارگانیزیشن یا مؤسسه یا نهاد برای امنیت و همکاری در اروپا. خب این دانشگاه در بیشکک موقعیت داره و جدیداً یک اسکولارشیپ رو اعلان کرده برای دوره لیسانس در رشته اکنومیک و 23 تحصیل بورسیه. ما بر شما در این ویدیو نشان میتیم و شما را راهنمایی میکنیم و کمک میکنیم. برای چی؟ برای که چگونه برای دانشگاه اپلای کنیم و پذیرفته شیم. دانشگاه OSCE جدیداً یک بورس تحصیلی را برای مقطع لیسانس اعلان کرده که در این ویدیو براتون معلومات میتونم که چگونه باید اپلای کنین، چه رقمی ادمیشن در دانشگاه بگیرین. البته قابل ذکر است که شرکت های زیادی تبلیغ این بورسیه را کردن، ولی یادتان باشه که این بورسیه فقط 20 ست هست و در رشته اکنومیک هست که از سال 2025 تا 2029 براتون اسکولارشیپ میده. بورسیه فوق العاده خوب است. درس‌ها قرار است در اول سپتامبر شروع شود. خب سعی کنین در صفحه کامپیوتر بچلر پروگرام این اکنومیکس برای 20 تا شاگرد که از اینی کشورها باشه: افغانستان، قزاقستان، قرقیزستان، منگولیا، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و کشورهای عضو OSCE باشه، برشون اسکولارشیپ میده. خب این درس ها، این اسکولارشیپ قرار است در اول سپتامبر شروع شود که شاگردها باید در شهر بیشکک حضور پیدا کنند و در درس ها حاضر باشند. مزایا و فواید این بورسیه ها چی ها هستند؟ در قدم اول فیس کامل دانشگاه و تویشن تانه براتون کور میکنه. فیس دانشگاه رایگان، معاش ماهانه یا کمک خرچی تحصیلی ماهانه 300 یورو براتون پرداخت میکنه. مصارف رفت آمد طیاره تانه همراه با ویزا کاست اینا کور میکنه. الیجیبیلیتیش، شرایط بورسیه گفتم یکی از این کشورها یا مجتمع OSCE باشه، دانشگاه و یا وکیشنال کالج خود را موفقانه سپری کرده باشه و سرتیفیکیت خود را گرفته باشه و ادوانس لیول اف انگلیش، سطح انگلیسی ادوانس و فوق العاده کار داره که چون درس ها کلا به انگلیسی می باشه و یک مقدار بورسیه رقابتی هست، بنابراین دوستانی که مدرک زبان، سند زبان تافل، سند زبان آیلتس و دولینگو بدون اسیستانت را دارین و اسکور قابل قبول هست، شما میتونین که اپلای کنین. کسایی که میفهمند که در بورسیه رقابت میتونن به او خاطر، و کسایی که واجه شرایط نیستن، برای حلای دیگر انشاءالله در ویدیوهای بعدی براتون نشان میدم. خب application process for applicants Kyrgyz citizens، خواهی مربوط اتباع قرقیز میشه و اینی مربوط اینترنشنال اپلیکانز میشه. شاگردای اینترنشنال که افغانستان عضوی بخش میشن، شما میتونین در 4 مرحله اسکولارشیپ بگیرین. مرحله اول رجیستریشن یا ادمیشن تست، ثبت نام برای ادمیشن تست است که در قدم اول وارد اینی لینک میشین و قابل ذکر است که ددلاینش 23 مارچ هست. ددلاینش 23 مارچ 2025 هست. در آخر ویدیو ما معلومات کامل و مشخصات این اسکولارشیپ براتون ویدیو جدا ثبت میکنم که
باید دانه دانه بخش هایی که قرار است پر شود رو من براتون پر کنم و مشخصات میگم. خب second stage admission test on mathematics and English proficiency test هست. بخش دوم امتحان ریاضی و امتحان انگلیسی هست که از طرف خود دانشگاه بدون هیچ هزینه‌ای برگزار میشه و قابل ذکر است که دوستان یا عزیزانی که فقط در مرحله اول شورت لیست میشن در مرحله دوم راه میابند و ایمیل و مشخصات و راهنمایی های استپ بعدی رو دریافت میکنن. استیج سوم آنلاین اینترویو هست که از توسط خود دانشگاه گرفته میشه و استیج چهارم رجیستریشن توسط سایت وزارت معارف یا Ministry of Education که مربوط قرقیز خود دولت قرقیز میشه از طریق اینا باید ثبت نام شه. خب میریم سمت ویدیوی آموزش ثبت نام در بورسیه یا فرم مرحله اول. لینک را ما براتون در دیسکریپشن ویدیو و در چینل تلگرام براتون قرار میتونم. روی لینک وقتی کلیک میکنین این صفحه باز میشه. گوگل فرم است که تایتلش است که BA in Economics Program Application Form OSCE Academy. خب چگونه این فرم رو پر کنیم؟ در قدم اول فول نیم، بر فرض مثال من نوشته میکنم که احمد، فول نیم احمد. مرحله دوم دیت آف برت، تاریخ تولد از روز ماه سال ترتیبش رقمی است. خب میایم بر فرض مثال انتخاب میکنیم سال 2005 تاریخ اول جنوری 2005 01/01/2005. جندر میل و یا فیمیل. سیتیزنشیپ عضو کشور افغانستان یا تابعیت کشور افغانستان را داریم. کانتکت نمبر همراه با کد کشورتان نوشته کنید. 300 مثبت 93 799 123456 شماره تماس مسته. ایمیل آدرس ما ahmad.ahmadi21@gmail.com ایمیل آدرس مسته. شماره 7 City and Country of Residence، کشور و ولایتی که زندگی میکنین. اگر در افغانستان هستین نام ولایتتان رو نوشته کنین، اگر در کشور دیگه هستین نام استان و یا شهرش رو نوشته کنین. من نوشته میکنم کابل افغانستان. شماره 8 Name of School and Year of Graduation، نام مکتب و سال فراغتتان. مثلا نوشته میکنم حبیبیه های سکول. سال فراغت من بر فرض مثال 2020. GPA for the last 2 years، GPA 2 سال گذشته تانه چه رقمی پیدا میکنین؟ خب مجموعه اسکورهایی را که شما گرفتین، مجموعه نمرات صنف 11 و 12 تان لازم است. بر فرض مثال این میشه 1400 از صنف 11 تان است، 1400 از صنف 12 تان است. ساده ترین راهش است که میایم ما سرچ میزنیم چت جی پی تی. خب چت جی پی تی رو باز میکنیم، برش پرامپت میتیم که please find GPA 4.0 scale of my last 2 years of school which is بر فرض مثال 1400 in 11th
grade and 1400 و دیگه 1400 نمیگیریم، مثلا 1300 میگیریم. 1300 and 12th grade. خب اینالی خودش می اتومات براتون کلکولیت میکنه که 3.7 از صنف 11 تان میشه، 3.3 از صنف 12 تان میشه. اینال شما اوسطی را. Please tell me the average for both years. اوسط 2 سالش براتون پیدا میکنه که میشه averageش GPA could be between 3.5 and 3.75 based on the SAT scores. خب اینال شما 3.5 الی 3.75 دفعه نوشته میکنید. 3.7 مثلا نوشته میکنید. 3.7. Are you ready to study in Bishkek for 4 years? Yes, مطمئنا yes باید بگیرین. Do you have an international or national English proficiency certificate مثل IELTS و TOEFL و Duolingo CAE؟ شما اگر دارین که بسیار خوب است، میشه که نوشته کنین. به فرض مثال شما توفل دارین، نوشته میکنین توفل، یا دولینگو دارین یا آیلتس دارین، نام تست اینجا نوشته میکنین. اگر دارین کوشش کنین که یک اسکور سابمیت کنین که برای ما قابل قبول باشه، اسکور همیدیشن ترجیحاً اگر هست برشون ذکر کنین و میتونه براتون کمک کنه. مرحله 12 Are you willing to take the English and Mathematics entrance exam؟ yes انتخاب میکنین. Do you have achievements on Olympiads, competition or social initiatives؟ اگر دستاوردی مثل امتحان کنکورتون میشه المپیاد است یا در المپیاد دیگه اشتراک کردین، امتحان SAT دادین، این رو میشه که ذکر کنین اینجا. و social initiatives، فعالیت های اجتماعی تان نوشته کنین. اگر دارین نوشته میکنین yes. For instance نوشته میکنین I have SAT certificate. اوکی، سرتیفیکیتی SAT را شما دارین و هر چیز دیگه ای که از اینجا نوشته میکنین. و استپ آخر Why do you want to study in OSC Academy؟ چرا میخواین در دانشگاه OSC یا در اکادمی OSC بخونین؟ در 100 تا 150 ورد باید توضیح بدین. اوکی، سوال از اینجا کپی میکنیم. سوالا که کپی کردیم میایم در چت جی پی تی پیست میکنیم. خب نوشته میکنیم My name is Ahmed. My last name is Ahmedi and I want to apply for OSCE Academy in Bishkek. اوکی، در دانشگاه OSCE در بشکک ثبت نام میکنم. I have a TOEFL score of بر فرض مثال 90. I have participated in so many social initiatives. Social initiatives اسپل درستش نیست. So please write a motivation later in
100 words and make it humanized and write it so simple. خب سعی کنید این چیزایی رو که ما براتون گفتیم اینا رو کس براتون نمیگه در ثبت نام ها، هیچ جایی هیچ کس براتون نمیگه. لازم نیست شما برین پولتون رو در شرکت های تحصیلی بتین، هزینه کنین، یک نفر دیگر مثلا بسیار آموتو چی میگه عذر کنین پیشش که بیایه براتون ثبت نام کنه. لازم نیست. خودتون چیز را که اونا نوشته میکنه شما خودتون باید نوشته کنین و با همکاری چت جی پی تی میتونین چیز را نوشته کنین که ترک نشه، بسیار هم یک چیز مناسب بیه. خب سوال را از اونجا کپی کردیم، در اینجا انداختیم. نوشته میکنیم my name is احمد، جای احمد نامتون قرار بیتین، جای احمدی تخلصتون. خب ایناش سعی I want to apply for OSC Academy بشکل I have a TOEFL score of 90. مثلا اگر شما توفل دارین توفل نوشته کنین، اگر دولینگو دارین دولینگو، اگر ندارین هیچ نوشته نکنین. I have participated in so many social initiatives, so please write a motivation letter in 100 words and make it humanized and so simple. سعیسته اینا به خاطر است که ترک نشه و تایر نوشته میکنه و شما میریم یک کار دیگه میکنیم. خب ایره نوشته کرد، از اینجا ایره کپی میکنیم، میریم سمت سایت Humanize AI یعنی چیزی که خودم استفاده میکنم ازش. اینجا میاین متن را تایپ میکنین، Humanize AI را میزنین و اینجا براتون Humanize میکنه. خب این از اینجا کپی میکنین، میرین اپلیکیشن فرم، اینجا پیست میکنین، یک مقدار تغییرات میارین، این رو پاک میکنین، لازم نیست، این رو بالا میارین و خب و اینجا دکمه سابمیت را کلیک میکنین. دکمه سابمیت را کلیک کردین تا زمانی که خود OSC اکادمی براتون ایمیل نداده باید منتظر باشین و قابل ذکر است که OSC بر کسای ایمیل میده که اونا شارت لیست شده باشن برای امتحان. و مرحله بعدی که براتون گفتم ادمیشن تست و یا هم امتحان ورودی یا امتحان ادمیشن است که از گرفته میشه که در امتحان انگلیسی هست و متماتیکس ریاضی هست. خب امیدوارم که ویدیو همکاری زیادی همراهتان بکنه و بتونین که با 3 ویدیو ادمیشن تانه بکنین. اگر سوال داشتین من لینک چینل تلگرام را من براتون پین میکنم در پایین ویدیو. در صورتی که شما کمک نیاز داشتین در آیدی ادمین تلگرام مسیج کنین، انشالله ما در خدمت خواهیم بود. قربانتان، سلامت باشین، جانتان جور باشه، وقتتان بخیر. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.